لگور جدارا سوری یا مافی مروان دبردوامی شر دنابرا رژیم سوری و ارتش آزاد لحلب ارتش آزاد کاریبون پیشکتنان به دست خو بخن با کنترل کرناوی بارگه که رژیم سوری هروها کاریبون نزیکی بالفرگه ها لشکری یا حما ببن جعالیه کدن ده انجامات تقینکه تونلان جعالیه لشکرین اسلامی هاتی پیک آنین 13 اندامن رژیم اسد و لشکرین بسر رژیم و هاتنا کشتن لنزیکی قلعه حلبه دزانین کو تخاندنا تونلان پشتی هجمارک مزنج تقینان یکو جعالیه جبهت النصره و کتیبین اسلامی هاتی پیک آنین چه بویا هر دوی درباره دهن چالکوانین اپوزیسیون آماجه دکن کو او ناوند نزیکی پینجی لشکر و افسر لخود گرت. جعالیه خواه ناونده حلبه را گهاندن آماجه بوی که کر کو شروع پفچونین گران دنابرا شروانان و رژیم اسد بچکین گران لدر دورا قلعه حلبه شنواری چه بونا. لگور کو هاتی تکس کرن جا اجانسا فرانس پریس را کو کتیبین لشکری 9 کیلومتران نزیکی بالفرگه لشکری یا حما بوبون. جعالیه کدن کتیبین لشکری شوا روژا شمیه دستانی بون سر دورا خطاب لدر دورا حما هر جعالیه میدانی و بالفرین شر بردوان بون بهریشن خوا ده انجاماوی کدا پین زاروک و دجن هاتنا کشتن. چالکوانین اپوزیسیونی اشکره کرنا کو هجمارک جزاروکان دهریشک اسمانی لسر دورا تلبیسا لحمسه هاتنا کشتن. هر وها زلامک و سزاروکین خوا و دیوان ده توباران کرنا رژیم اسد لسر دورین بصر الشام لدرعا هاتنا کشتن. عدل احمد، پروگرام آرک.